این ویدیو رو از یکی از معروفترین سخنرانی‌های دکتر جو دیسپنزا ترجمه کردم و چون جامع و کامل بود و شاهد نتایج شگفت‌انگیزش بودم، به شما توصیه می‌کنم که به این ویدیو چند بار با دقت گوش کنید و نکاتی رو که ازش یادداشت می‌کنید هر روز انجام بدید. به شما قول میدم که اگر دقیق انجامشون بدید میتونید تغییرات عظیمی رو در زندگیتون ایجاد کنید و خواسته هاتون رو خلق کنید. این ویدیو انقدر کامله که مطمئنم میتونید با همین ویدیو زندگیتون رو تغییر بدید. میخوام شما رو با قدرت حیرت انگیز درونتون آشنا کنم که بتونید زندگیتون رو متحول کنید. لطفاً با تمام وجودتون با من همراه بشید. آرامش و اعتماد راز خلق زندگی رویایی و به دست آوردن خواسته هاست. شاید به نظر ساده و غیر ممکن بیاد، اما واقعیتیه که میتونه کل زندگیتون رو متحول کنه. وقتی در آرامش هستید، خودتون رو برای دریافت امکانات بی انتهای کائنات آماده کردین، چون ذهن شما شفافه و بدن شما در آرامشه و فضایی برای دریافت معجزه ایجاد شده. وقتی اعتماد میکنید یعنی خودتون رو با جریان طبیعی زندگی هماهنگ کردین و با این جریان همسویید. نه اینکه با اون بجنگید، جلوی اون نمی ایستید، بلکه باهاش حرکت میکنید. حالا قسمت هیجان انگیز اون زمانیه که آرامش و اعتماد رو با انتظار همراه میکنید. اون وقته که جادو اتفاق میفته، نه در آینده دور بلکه به زودی زود نتایج رو میبینید. خیلی از ماها شرطی شدیم و باورمون اینه که باید سخت کار کنیم و رنج بکشیم تا به اهدافمون برسیم. شاید براتون دور از ذهن و عجیب به نظر برسه اگر به شما بگم که تجلی همون روزی شروع به اتفاق افتادن میکنه که خواستتون رو به جهان اعلام میکنید. افراد زیادی وجود داشتن که از بیماری‌های مزمن و به اصطلاح لاعلاج شفا پیدا کردن، یا شغل رویایی خودشون رو پیدا کردن و یا با آدم مورد علاقه و دلخواهشون در رابطه هستن. همه این تغییرات در عرض چند روز اتفاق افتاده و همه اینها با تصمیم این افراد برای آرامش و اعتماد و توقع افتادن اتفاقهای بزرگ شروع شده. ممکنه بگید من قبلا تفکر مثبت رو امتحان کردم، تجسم کردم اما جواب نداد. این گفته شما قابل درکه، اما مسئله فقط فکر کردن به شکل مثبت یا تجسم سازی نیست، بلکه نکته مهم احساسه. مهمه که اتفاقات رو احساس کنید و در همین لحظه تجسم کنید که به خواسته مورد نظرتون رسیدین و شادی حاصل از اون رو احساس کنید. وقتی در حالت آرامش و اعتماد هستید، بدن شما تنش رو رها کرده و شما وارد حالتی میشید که هر چیزی ممکن میشه. در این حالت ذهن شما شفافه و شما به یک میدان کوانتومی بی نهایت وصل میشید و این حالت معنیش اینه که شما از خواسته هاتون جدا نیستید، بلکه با اونها یکی هستین و اینجاست که توقع و انتظار وارد میشه. وقتی انتظار دارید چیزی اتفاق بیفته، دیگه برای اون اتفاق امیدوار نیستین یا آرزوی اتفاق افتادنش رو ندارید، بلکه میدونید و یقین دارید که اون اتفاق میفته و شما طوری زندگی میکنید که انگار قبلا اتفاق افتاده و اینجاست که جهان شروع به واکنش و پاسخ میکنه. باید بدونید که جهان بین چیزی که در دنیای بیرون شما و اون چیزی که در دنیای درون شما اتفاق میفته فرقی نمیذاره. زمانی که شما بتونید احساس داشتن چیزی رو که میخواید در خودتون به وجود بیارید، قبل از اینکه در واقعیت فیزیکی هم اون رو داشته باشید، در اون زمان شما یک خالق واقعی هستید. حالا ممکنه براتون سوال باشه که چطور این کار رو انجام بدیم؟ چطور آرامش داشته باشیم و اعتماد کنیم؟ همه چیز با افکار و انرژی شما شروع میشه.
هر فکری که میکنید سیگنالی رو به جهان هستی ارسال میکنه. دقیقاً مثل سنگی که داخل آب میندازید. امواجی که پخش میکنه روی تمام چیزهای اطراف شما تاثیر میذاره. وقتی به کمبود، ترس و نگرانی فکر میکنید، سیگنالی که ارسال میکنید تجربیات مشابه بیشتری رو برای شما پیش میاره. و برعکس، وقتی به فراوانی، عشق و سلامتی فکر میکنید، یک واقعیت کاملا متفاوت رو تجربه خواهید کرد، چون شما در فرکانس کاملا متفاوتی قرار گرفتید. فرکانسی که نه تنها معجزات درون آن ممکنند، بلکه اتفاق میافتند. البته دقت کنید که این فقط در مورد افکار نیست، بلکه در مورد انرژی و احساس ما هم هست. هر احساسی که داشته باشیم، سیگنالی مطابق اون به جهان ارسال می‌کنیم. وقتی احساس ترس و دلهره، نگرانی و استرس و ناامیدی داشته باشیم، با فرکانس پایین ارتعاش تولید می‌کنیم. اما زمانی که آرام باشیم، اعتماد کنیم و سپاسگزاری و شادی رو قبل از دستیابی به خواسته هامون احساس کنیم، در این حالت فرکانسی که ارتعاش می‌کنیم فرکانسیه که معجزات رو جذب می‌کنه. حالا چطور افکار و انرژی خودمون رو تغییر بدیم؟ این کار با آگاهی شروع میشه. اگر در طول روز به اون چیزی که فکر میکنید و احساس میکنید توجه کنید، متوجه خواهید شد که در چه زمانهایی درگیر استرس یا ناراحتی هستید. اون وقت میتونید آگاهانه تصمیم بگیرید و حس و فکر خودتون رو تغییر بدید. برای این کار نفس عمیقی بکشید و بدن خودتون رو آرام کنید. آرامش رو از درونتون حس کنید. حالا تصور کنید در همین لحظه به اون چیزی که همیشه میخواستین رسیدین. چه احساسی بهتون دست میده؟ چه احساسی دارید از اینکه همه چیز براتون عالی پیش میره؟ برای اینکه بتونید این احساس رو بهتر و بیشتر در درون خودتون درک کنید، میتونید از مدیتیشن و مراقبه کمک بگیرید. زمانی که مراقبه میکنیم، فاصله بین خود واقعی ما و افکارمون ایجاد میشه و در این حالت از نگرانی‌های روزمره، از نشخوارهای فکری و از استرس‌های ریز و درشت رها میشیم و وارد حالت آرامش و امکان میشیم. این بهترین حالت برای برنامه‌ریزی مجدد ذهن ناخودآگاه ماست. ذهن ناخودآگاه ما که بر اساس تجربه ها و گذشته ما، باورها و عقایدمون و محیطی که در اون رشد کردیم برنامه‌ریزی شده، بخش اعظم افکار و رفتار ما رو کنترل میکنه. اما اگه این باورها و برنامه‌ریزی ها اشتباه باشند، راهکار چیه؟ در حالت عادی دسترسی به ذهن ناخودآگاه ممکن نیست، اما با مدیتیشن میتونیم به اون دسترسی پیدا کنیم و با تداوم و استمرار مدیتیشن امکان تغییر باورهای محدود کننده و برنامه‌ریزی‌های اشتباه رو ایجاد میکنیم. باورهایی که والدین، دوستان، اطرافیان، جامعه، مدرسه و محیط زندگی ما اونها رو به ما رسوندن و با تکرار در ذهن ناخودآگاه ما تثبیت شدن و امروز کل زندگی ما رو کنترل میکنن. قدم بعدی اینه: هر روز صبح از خواب که بیدار شدین، قبل از شروع روزتون و قبل از هر چیزی به 3 چیزی که به خاطرشون حس سپاسگزاری دارید فکر کنید. شکرگزاری رو با تک تک سلولهای بدنتون حس کنید. نفس عمیق بکشید و سرشار از حس شکرگزاری شوید. این احساس خوشایند رو در طول روز با خودتون همراه داشته باشید. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا دیگه نیازی به کار کردن و عمل وجود نداره؟ البته که کار و عمل جنبه مهمی از زندگی و دستیابیه، اما تفاوت در نوع نگرش شماست. زمانی که با زور و اجبار کار میکنید، در واقع در حال جنگیدن با جریان هستی هستین. با انرژی کائنات همسو نیستید و در این حالت شما در فرکانس پایین قرار دارین
و فرکانس های شما سرشار از استرس و اضطراب و پیام های منفی خواهد بود. بنابراین پاسخ کائنات را هم همسو با ارتعاش خود دریافت خواهید کرد. اما زمانی که سرشار از اعتماد و سپاسگزاری هستید، انرژی مثبتی از سمت شما به کائنات فرستاده میشه و کار کردن با وجود این احساسات مثبت شما رو به وقوع معجزه نزدیکتر میکنه. نکته مهمی که اینجا وجود داره یک تله است که بسیاری از افراد با اون درگیر هستن. افراد زیادی هستن که خواسته و رویایی دارن، اما در اعماق وجودشون باور ندارن که میتونن به اون خواسته برسن. شک، ترس و باورهای محدود کننده افراد اونها رو به عقب برمیگردونه. اما زمانی که شما باور و اعتقاد راسخ دارید که خواسته مورد نظرتون قابل دستیابیه، جهان در راستای اعتقاد شما حرکت خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که این نکته بسیار مهمه که از جایگاه کمبود و نداری به موضوع نگاه نکنید. این به این معنیه که خوشحالی شما نباید وابسته به نتیجه باشه. شما باید از ابتدا این حس خوشحالی و سپاسگزاری رو در درونتون داشته باشید تا بتونید انرژی هماهنگ با جهان رو ایجاد کنید. در جایگاه کمبود ما این پیام رو به جهان میفرستیم که من نیاز دارم که به خواستم برسم تا خوشحال بشم. در غیر این صورت خوشحال نیستم. و این فرکانس ناامیدی و نیاز و فقر رو به کائنات میفرستیم. اما زمانی که ابراز میکنیم که هر آنچه که برامون پیش میاد خیری در اون هست و حس رضایتمندی داشته باشیم، نشون میدیم که برای دریافت بیشتر از اونچه که انتظار داریم آماده ایم. پس منتظر اتفاقهای بزرگ در زندگیتون باشید و به جهان هستی اعتماد کنید. خواسته های شما در راهن. طوری خوشحال باشید و سپاسگزاری کنید که انگار خواسته شما برآورده شده و این شما رو تبدیل به میدانی مغناطیسی میکنه که بافور و فراوانی رو به سمت خودش جذب میکنه. با تبدیل این تمرینات به روتین روزانه‌تون 10 دقیقه وقت صرف کنید. حس شادی و نشاط و عزت نفس و اعتماد به نفس خودتون رو به اوج برسونید. ممنونم از همراهیتون. همین الان تمرین رو شروع کن و یک جمله تأکیدی در کامنت ها بنویس تا انرژی هممون با همدیگه به سمت کائنات فرستاده بشه.